یکی از عملهای بسیار آسان که انسان را از آتش جهنم خلاص میگرداند و سبب داخل شدن جنت میگردد، این اشک ریختن از ترس الله سبحانه و تعالی است. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: لا یلج النار رجل بكى من خشیت الله. داخل آتش جهنم نمی گردد مردی که از ترس الله تبارک و تعالی اشک می ریزد، حتی یعود اللبن فی الضرع، تا آن دمی که شیر به پستان برگردد. یعنی این ناممکن است که شیری که جوشیده شده است دوباره به پستان برگردد. همین گونه ناممکن است که بنده ای که از ترس الله سبحانه و تعالی اشک می ریزد داخل جهنم گردد. اگر این دلها از گناه های زیاد مهر زده نشده باشند، اگر زینگار نگرفته باشند، می توانیم که از ترس الله سبحانه و تعالی اشک بریزیم. در دل شب با خواندن 2 رکعت نماز تهجد انسان مسلمان می تواند که هنگامی که آتش جهنم را به یاد می آورد، هنگامی که آیت‌های جنت را می خواند، هنگامی که به الله سبحانه و تعالی تولا و تضرع می کند، می تواند که اشک بریزد. و حتی این اشکهایی که بنده مؤمن مسلمان در نیم شب می ریزد، این سببگار آن می گردد که روز قیامت هنگامی که آفتاب سوزان به انسانها نزدیک می گردد و یک جمله در زیر سایه الله سبحانه و تعالی می باشند، حدیث آمده است که 7 یظلهم الله فی ظله، 7 کسی است که در زیر سایه الله سبحانه و تعالی می باشند و یکی از آنها کسی هست که ذکر الله خالیا ففاضت عینه، مردی که الله سبحانه و تعالی را ذکر کرد، از ترس الله سبحانه و تعالی از چشمهایش اشک جاری گردد، تنها به خاطر الله تعالی، نه به خاطر ریا، نه به خاطری که برای مردم نشان بدهد که بسیار انسانی با تقوا است، تنها به خاطر الله تبارک و تعالی و ترس از او و امید بستن به جنت او از چشمهای او اشک ریخت. این انسان در آن روزی که آفتاب بسیار سوزان است در زیر سایه عرش الله سبحانه و تعالی می باشد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم اشک می ریختن از ترس خدا، از گوش کردن قرآن کریم. در یک حدیث آمده است که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ای ابن مسعود، قرآن بخوان تا من گوش کنم. عبدالله بن مسعود می گوید که ای رسول خدا، آیا من قرآن بخوانم در حالی که آن بر شما نازل گردیده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من دوست می دارم که آن را از دیگران بشنوم. و عبدالله بن مسعود آغاز می کند سوره نساء را می خواند تا آن دمی که به این آیت می رسد: فکیف اذا جئنا من كل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هنگامی که به همین آیت می رسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید کفایه است. و هنگامی که عبدالله بن مسعود سر خود را بالا می کند می بیند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشک می ریزد. اگر عبدالله بن مسعود سر خود را بر نمی داشت، حتی احساس نمی کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشک می ریزد، زیرا که اشک ریختن رسول خدا بسیار خاموش بود، بی آواز بود. و یکی از دوستان خدا را پرسیدند که در این دنیا جنت چیست؟
یعنی که چی چیز رو احساس میکنید که مال جنت است؟ او فرمود اشک ریختن به خاطر الله تبارک و تعالی جنت این دنیا است. یعنی انسانی که هرگیز از ترس الله تعالی یا که به خاطر الله تعالی اشک نریخته است، جنت را در این دنیا ندیده است. این یک کیفیت خاصی دارد برای بندگان خاص الله تبارک و تعالی که در مناجات با الله تبارک و تعالی اشک میریزند. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کسی بود که نویسنده قرآن بود، کاتب الوحی بود. هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابی ابن کعب، الله تبارک و تعالی من را امر کرده است که پیش شما قرآن را بخوانم. حضرت ابی بسیار خوشحال شد، گفت آیا الله تبارک و تعالی من را ذکر کردند و گفتند که پیش ابی ابن کعب قرآن را بخوان؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند بله. حضرت ابی ابن کعب از بسیار خوشحالی اشک میریخت. چگونه اشک نریزد که پروردگار عالمیان، پروردگاری که تمام این زمین و آسمان، جنت و دوزخ را خلق کرده است، نام او را بگیرد؟ این بهترین مژده برای یک بنده است که و دلالت به رضایت الله تبارک و تعالی میکند که حتما الله تبارک و تعالی از ابی ابن کعب راضی بودند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امر کردند که در نزد او قرآن را بخوانند. این اشک ریختن به خاطر الله تعالی نعمت بزرگی است که پروردگار عالمیان برای بندگان خاص خود عطا می‌فرماید. مردی با عبدالله ابن مبارک سفر کردند و با خود میگفت که چگونه این عبدالله ابن مبارک بر ما برتری پیدا کرده است، تمام دنیا آن را میشناسد. هنگامی که با ما سفر میکند و چگونه ای که ما نماز میخوانیم همان گونه نماز میخواند، روزه میگیریم روزه میگیرد، حج میکنیم آن هم حج میکند، از ما هیچ کاری زیادی نمیکند. پس چرا اینقدر مشهور است بین مردم؟ تا آن دمی که در یک خانه می روند و شب با هم می ایستند، میگوید هنگامی که شب با هم بودیم چراغ خاموش گردید و هنگامی که خستیم چراغ را روشن کنیم، تا آن لحظه ای که ما چراغ را روشن کردیم دیدم که ریش عبدالله ابن مبارک از اشک تر شده است. همان لحظه درک کردم که این انسان به همین عمل بر ما برتری دارد. یعنی که هنگامی که انسان مسلمان با تضرع و تخشع در نزد الله سبحانه و تعالی سرخم می کند و اشک می ریزد از ترس او، یا اشک می ریزد به خاطر وعده های الله سبحانه و تعالی، خوشحالی به آن وعده ها، این سببگار آن می گردد که الله تبارک و تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام می گرداند و او از جنتیان می گردد. در این زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود، زمانی می آید که انسان مسلمان دین خود را بسیار به یک مشکلی نگاه می دارد. چنانه که لخچه را انسان در دست خود می گیرد، همانگونه برای انسان مسلمان بسیار مشکل است نگه داشتن دین خود. و من فکر می کنم که این زمان همان زمان است که بسیار مشکل است در این همه فسق و فجور که انسان مسلمان
دل او پاک گردد و در تنهایی بتواند که با الله تعالی مناجات زیادی داشته باشد، یا اینکه اشک بریزد از خاطر الله تبارک و تعالی. از این لحاظ ما باید دل خود را با خواندن قرآن کریم و با بسیار ذکر کردن پاک بسازیم تا بتوانیم که به خاطر الله تبارک و تعالی اشک بریزیم و جنت را از خود بسازیم.